باور کردی به عیسی مسیح ایمان آوردی، تعمیدت رو گرفتی با دعای نجات یا تعمید آب و قلب تو به طور کامل به عیسی مسیح دادی. حالا امروز سوال اینه، در خودت باور داری وعده ابراهیم برای تو قرار انجام بشه در مسیح؟ در قلبت میخوای اینو باور کنی؟ در قلبت میخوای اینو اعتراف کنی به خودت؟ حتی اگه بلند نمیگی، در قلبت به خودت بگی من باور دارم وعده ابراهیم برای منه. من باور دارم وعده ابراهیم برای من کرده میشه. من باور دارم وعده ابراهیم در زندگی من جاری خواهد شد. من باور دارم شفای کامل رو دریافت میکنم. من باور دارم وعده ابراهیم قرار برکت کل زمین رو داشته باشم. من باور دارم مثل ابراهیم قرار 18 و 300 جنگجویی که ارتشا رو نابود بکنه باهاش در شراکت پیروز بشم و تاریکی. من باور دارم در خیمه ابراهیم ساکنم چون وعده